داستان مرده‌خورها، یکی از معروفترین داستانهای صادق هدایت. چراغ نفتی که سر طاقچه بود دود میزد، ولی 2 نفر زنی که روی مخده نشسته بودند ملتفت نمی شدند. یکی از آنها که با چادر سیاه آن بالا نشسته بود به نظر می آمد که مهمان است. دستمال بزرگی در دست داشت که پی در پی با آن دماغ می گرفت و سرش را می جنبانید. آن دیگری با چادر نماز تیره رنگ که روی صورتش کشیده بود ظاهراً گریه و ناله می کرد. در باز شد، هووی او با چشمهای پف آلود قلیان آورد جلوی مهمان گذاشت و خودش رفت پایین اتاق نشست. زنی که پهلوی مهمان نشسته بود ناگهان مثل چیزی که او را عصبانی کرده باشد شروع کرد به گیس کندن و سر و سینه زدن. بیبی خانم جونم، این شوهر نبود، یه پارچه جواهر بود. خاک بر سرم بکنن که قدرش را ندانستم. خانم این مرد یه تو به من نگفت. شوهر بیچاره ام ور پرید، اون نمرد، او رو کشتند. چادر از سرش افتاد. موهای حنا بسته روی صورتش پریشان شد. خودش را انداخت روی تشک و قش کرد. بیبی خانم همینطور که قلیان زیر لبش بود رو کرد به هوو و گفت: نرگس خانم، کاهگل و گلاب اینجا پیدا نمیشه. نرگس با خونسردی بلند شد و شیشه گلاب را برداشت و داد دست مهمان و آهسته گفت: این قشها دروغیه. همون ساعتی که مشتی چانه میانداخت دست کرد ساعت جیبیش رو در آورد. بیبی خانم بازوهای ناخوش را مالش داد. گلاب نزدیک بینی او برد، حالش سر جا آمد و نشست و می گفت: دیدی چی به روزم اومد؟ بیبی خانم، همین امروز صبح بود. مشتی توی رخت خوابش نشسته بود و به من می گفت یه سیگار چاق کن بده به من. سیگار دادم، به دستش کشید. خانم انگار به دلش اثر کرده بود. بعد گفت که من دیگه میمیرم. اما چی کنم با این خجالت‌های تو؟ گفتم الهی تو زنده باشی. گفت از بابت حسن دلم قرصه. میدونم که گلیمش رو از آب بیرون میکشه، ولی دلم برای تو میسوزه. اگه برای خونه یه بخشنامه بنویسی من پاش رو مهر میکنم. بیبی خانم سینه‌اش را صاف کرد. منیجه خانم، حالا بنیت رو از دست نده. ایشالله تن پسرت سلامت باشه. قلیان را بیبی خانم داد به منیژه که گرفت و علنگوهای طلا به مچ دستش برق زد. منیژه خانم گفت: نه، بعد از مشتی رجب من دیگه نمیتونم زنده باشم. یه زن بیچاره، بی دست و پا، دا گلوم قرضه. پسرم هم تو این شهر نیست. نمیتونم تو این خونه بمونم. جلد زیر پامم مال بچه‌های صغیره. بیبی خانم، اون خدا بیامرز همون وقتی که رو به قبله بود به من گفت کلیدم رو بگیر تا به دست کسی نیفته. نرگس پایین اتاق حق حق گریه می کرد. بیبی خانم گفت: همین هفته پیش بود رفتم در دکان مشتی برای بچه رقیه سرنج بخرم. خدا بیامرزتش، هر چی کردم پولش رو از من نگرفت. گفت سید خانم، شما حق آب و گل داری. خانم مشتی چه ناخوشی گرفت که اینطور نفله شد؟ منیژه گفت: 3 شب و 3 روز بود که من خواب به چشمم نیومد. خانم، من به بالین این مرد جانفشانی کردم. رفتم از مسجد جمعه براش دعای بیوقتی گرفتم. حکیم موسی رو براش آوردم. گفت سقل سرد کرده. منم تا تونستم گرمی به نافش بستم. براش گل گاوزبون دم کردم، زنیان و بادیان، سنبل تیب، گل خارخاسک، تاجریزی، برگ نارنج به خوردش دادم. 2 روز بعدش هم حالش بهتر بود. امروز صبح من پلوی رخت خواب او چرت می زدم. دیدم مشتی دست کشید روی زلفام. گفت: منیجه، تو به پای من خیلی زحمت کشیدی. حالا دیگه هر بدی، هر خطایی که کردم منو ببخش. حلالم کن. اگه من سر تو زن گرفتم برای کنیزی تو بود.
دوباره گفت منو حلال کن. من بهش گفتم پاشو سرپا، چرا مثل خالی زنکه ها حرف میزنی؟ برو در دکان سر کار و کاسبی. خانم من رفتم یه چرت بخوابم. نرگس رو فرستادم پیش مشتی تا اگه لازم شد دست زیر بالشش بکنه. اما بیبی خانم به جون یه دونه فرزندم اگه بخوام دروغ بگم، نزدیک ظهر که بیدار شدم دیدم حالش بدتر شده. همین یه ساعتی که از او جدا شدم. بیبی خانم با دستمالی که در دستش بود دماغ گرفت و سرش را با حالت پرمعنی تکان داد. نرگس گفت حالا دست پیش گرفته پس نیفته، همچی تنها به قاضی نرو. تا اون خدا بیامرز زنده بود به خونش تشنه بودی، حالا یهو عزیز شد براش پستون به تنور میچسبونی؟ خب کمتر ننه من غریبم در بیار. بیبی خانم خیر از جوونیم نبینم اگه بخوام دروغ بگم. من همش پرستاری مشتی رو میکردم، اون همش میخورد و میخوابید. حالا داره تو چشم من نارو میزنه، یعنی من اونو کشتم؟ چرا اون کسی اونو نکش که کلید همه در و بند زیر دستش بود و در اتاق رو به روی من بست؟ منیژه گفت چه فضولی ها، کسی با تو حرف نمیزنه، مثل نخود همش خودت رو قاطی هر حرفی میکنی. میدونی چیه؟ اون ممه رو لولو برد، من دیگه مجیزت رو نمیگم. بیبی خانم گفت صلوات بفرستید، بر شیطان لعنت بکنید. نرگس خانم شما برید بیرون. نرگس گریه کنان از در بیرون رفت. منیژه گفت ای اگه بخت ما بخت بود، دست خر برای خودش درخت بود. تو میدونی و خدا روزگار منو تماشا کنی. من چطور میتونم با این زنی که یه کولی قرشمال توی این خونه به سر ببرم؟ بیبی خانم گفت کم محلی از 100 تا چوب بدتره. منیژه گفت به هر حال خانم چی براتون بگم، من دم حوض بودم، یه مرتبه دیدم نرگس تو سرش میزنه و میگه بیای که مشتی از دست رفت. خانم روز بد نبینی، دویدم وارد اتاق شدم، دیدم مشتی مثل مار به خودش میپیچه، نفس میزنه. یهو پس افتاد، دندوناش کلید شد، رنگش مثل ماست سفید شد، دماغش تیغ کشید، سیاهی چشماش رفت، تنش مثل چوب خوش شد، اصلا نفسش بند اومد. من کاری که کردم دویدم آینه آوردم جلوی دهنش گرفتم، انگاری که 1 سال بود نفس نمیکشید. خانم تو سرم زدم، موامو چنگ کردم، خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکنه. بعد رفتم از همون تربتی که شما از کربلا سوغات آورده بودی، تو استکان ریختم و به حلقش دادم. دندوناش کلید شده بود، آب تربت از دور دهنش میریخت. بعد چشماش رو بستم، چک و چونش رو هم بستم. فرستادم پی آشیخ علی، اونو وکیل دفن و کفنش کردم. 20 تومن به او دادم. خانم نشش 2 ساعت به زمین نموند. حالا لابد اونو به خاک سپردن. منیژه قلیان را داد به دست بیبی خانم. بیبی خانم سرش رو تکون داد. خوشا به سعادتش. خانم از بس که ثوابکار بوده، روحش رو زود خلاص کردن. خدا غرق رحمتش بکنه. نعش ما رو بگو که چند روز به زمین میمونه. منیژه خانم مشتی چند سن و سالی داشت؟ منیژه گفت بمیرم الهی، بازم جوون بود، سجلش درست بود. خودش همیشه میگفت شاه شهید رو که تیر زدن 40 سالش بوده، تا حالا هم 20 سال میشه. خانم 50 سال برای مرد چیزی نیست، تازه جا افتاده و عاقل مرد بود. نرگس او رو چیز خورش کرد. کاش که خدا به جای اون منو میکشت، از این زندگی سیر شدم. بیبی خانم گفت دور از جونت باشه، اما خوش آب سعادتش که مردش به زمین نمون. خانم خدا پاک میکنه، ما گناهکارا رو بگو که زنده موندیم، خدا همه بنده های خودش رو بیامرزه. نرگس وارد اتاق شد. آقا شیخ علی اومده 5 تومن از بابت کفن و دفن میخواد. منیژه گفت
در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟ هان، مرده خورا بو میکشن. حالا میون هیر و ویر قلم تراش بیار زیر ابروم رو بگیر. همه بدبختی ها به کنار، دو به دست آشیخلی افتاده، میخواد گوش من زن بیچاره رو ببره. این پول مال بچه های صغیره. یکی از دوستای جونجونیش از هم پیاله ها نیومد اقلن 7 تا قدم دنبال تابوت او راه بره. همه مگس بودن دور شیرینی. یوزباشی دیروز اومده بود احوال پرسی، سوز و بریز میکرد. میگفت چرا حکیم خوب نیاوردید؟ امروز فرستادم خبرش کردم تا ما که مرد نداریم به کارمون رسیدگی کنه. بهونه آورده بود که در عدلیه مرافع داره. خب بیاد ببینم چی میگه. نرگس قلیان را برداشته از در بیرون رفت. منیژه دوباره شروع میکنه به زنجموره. شوهر بیچارم منو بی کس و بانی گذاشت. چه خاکی به سرم بریزم. سر سیاه زمستون یه مش بچه به سرم ریخته. نه بار، نه بنشن، نه زغال و نه زندگی. آشیخلی وارد می شود با عمامه بزرگ و لهجه غلیظ. سلام علیکم، خدا شما را زنده بگذارد. پسرتان سلامت بوده باشد. سایه‌تان از سر ما کم نشود. خدا آن مرحوم را بیامرزد. چقدر به بنده التفات داشت. حالا باید یکی به من تسلیت بدهد. خانم، مرگ به دست خداست. بی اراده خدا برگ از درخت نمی افتد. ما هم به نوبه خودمان می رویم. مصلحتش این طور قرار گرفته بود. از دست ما بنده های عاجز کاری ساخته نیست. اگر بدانید خانم تابوت چه جور صاف می رفت. بیبی خانم گفت خوشا به سعادتش خانم، تابوت او صاف می رفته. منیژه گفت خب بگو ببینم مرده رو به خاک سپردید؟ کارتون تموم شد؟ آشیخلی گفت خانم ببخشید ولی 5 تومن از مخارج کم آمده. صورت حسابش حاضره، مزد گورکن به زمین مانده. منیژه گفت حالا مرده رو سر قبر آقا به امان خدا گذاشتی؟ آشیخلی گفت نه، گورکن آنجاست. بیبی خانم گفت پدر بی کسی بسوزد. منیژه گفت من بیچاره از کجا پول آوردم؟ اگه سراغ کردید که مشتی 100 دینار پول داشته دروغه. این جلی زیر پام افتاده مال طول تفلسیای نرگسه. مگه نشنیدی که زن جوون و مرد پیر سبد بیار جوجه بگیر؟ پناه بر خدا توی اون اتاق یه جوال خالی کرده. چرا نمیرید ازو بگیرید؟ من که گنج قارون زیر سرم نیست. من یه زن لچک به سر از همه جا بیخبر آه ندارم که با ناله صدا کنم. از کجا آوردم؟ پای کی حساب میشه؟ حالا یه قبض بنویسید تا بعد یه نفر پیداش رسیدگی کنه. آشیخلی گفت خدا سایه‌تان را از سر ما کم نکند. البته خدمات من را هم در نظر دارید. چشم چشم، همین الان. چون باطمه نشسته روی یک تکه کاغذ چیزی نوشته می‌دهد به دست منیژه. او هم دست کرده از کیسه‌ای که به گردنش آویخته چند اسکناس بیرون می‌آورد، شمرده می‌دهد به آشیخلی و قبض و رسید را در کیسه می‌گذارد. منیژه باز شروع می‌کند به زنجموره. من بیوه زن با خون جگر 100 دینار اندوخته بودم. این هم مال زیارت بود. کی دیگه به من پس میده؟ ختم رو کی برگزار میکنه؟ مخارج شب 7 رو کی میده؟ آشیخلی گفت دستتان درد نکند خانم. تا مرا دارید از چه میترسید؟ همه اش به گردن خودم. مشتی آنقدرها به گردن من حق دارد. بنده را فراموش نکنید. بعد از در بیرون می رود. بیبی خانم گفت شب مرگ کسی در خونش نمی خوابه. خوشا به سعادتش که مردش به زمین نمون.
منیژه گفت کاشکی مرا هم برده بود. این زندگی شد. فکرش رو بکنید تا حالا 50 تومن خرج کردم، همش از جیب خودم بوده. از فردا من چطور میتونم توی این خونه با نرگس به جوال برم؟ نمیدونید چه آفتیه. بعد میگه وای پناه بر خدا، موش رو آتیش زدن. کم بود جن و پری، یکی هم از دریچه بپری. ننه تابوتش رو هم با خودش آورده. در باز شد و نرگس و مادرش وارد می شود. مادر نرگس گفت سلام، چه بوی نفتی میاد؟ مگه شماها آدم نیستی توی این اتاق نشستی؟ نرگس می رود فتیله چراغ را پایین می کشد. بیبی خانم نیمه خیز جلوی مادر نرگس بلند شده و می نشیند. نرگس سرش را پایین انداخته گریه می کند. مادرش چاق است و موهای خاکستری دارد. به دخترش می گوید ننه اینجور گریه نکن، خدا رو خوش نمیاد. توی این خونه تو بچه ها بی کسی، همه خالند و خواهرزاده، شما بیجید و حرامزاده. آخه تو یه صورت ظاهر هم میخوای. اگه بنا بود کسی بیوه زن نشه، قربونش برم البنی بیوه زن نمیشد. 4 طرف خودت رو بپا، نزار آتا آشقالا رو زیر رو کنن. نرگس گریه کنان از در بیرون می رود. مادر نرگس گفت میدونید چیه؟ من از این بیدا نیستم که از این بادا بلرزم. خوب، مرگ یه بار، شیونم یه بار. حالا که اون خدا بیامرز رفت، اما من اومدم تکلیف دخترم رو معین کنم. از فردا دخترم با 3 تا بچه قد و نیم قد روی دستش باید زندگی کنه. من میخواستم همین امشب در و پیکر رو بدید مهرموم کنن. اگرچه خدا دهن باز رو بیروزی نمیذاره، اما تا این بچه های صغیر از آب گل دران دم شتر به زمین میرسه. باید هر چه زودتر وکیل وصی رو معین کنی. منیژه گفت مگر همه کارا رو من باید بکنم؟ مگه من گفتم نباید مهرموم بشه؟ بد کردم، جمع و جور کردم. کور از خدا چی میخواد؟ 2 تا چشم بینا. خودتون برید آخوند و ملا بیارید مهرموم کنید. در این موقع نرگس وارد شده 1 فنجان چای روبروی مادرش میگذارد و لچه‌اش را آویزان میکند. حالا خیلی دیره، خوب بود زودتر به این خیال میافتادی. منیژه به بیبی خانم گفت قباحتم خوب چیزیه، راستش به سطوح اومدم. خدا به دور، نرگس خودش کم بود، رفته ننه جونش را هم خبر کرده. تا 3 ساعت پیش هنوز شوهرش زنده بود. توف، شرم و حیا هم خوب چیزیه. مشتی خودش به من وصیت کرد کلید رو بردارم تا به دست هر شلخته‌ای نیفته. همین الان برید وکیل و وصی بیارید، هر چی دار و نداره مهرموم بکنید. من حاضرم. کلید رو هم میدم به دست وکیل. 1 دقیقه پیش بود شیخ علی اومد با زور 5 تومن از من گرفت و رفت. من زن بیچاره داغ دیده که تو 7 آسمون یه ستاره ندارم توی این خونه پوست انداختم. 2 روز دیگه سر سیاه زمستون اگه به خاطر اون خدا بیامرز نبود الان سر برهنه از خونه بیرون میرفتم. بعد از مشتی در و دیوار این خونه به من فوش میدن. 3 شب و 3 روز آزگار شب زنده‌داری کردم. بعد از اون که همه آبا از آسیاب افتاد و مشتی رو دستم چونه انداخت، اون وقت دیدم نرگس خانوم زن سوگلی مثل طاووس خرامان وارد اتاق شد، دروغکی آبگوره میگرفت. منم از لجم در رو به روش بستم. نرگس گفت خب در اتاق رو بستی تا چیزا رو تو کنی. دروغگو اصلا کم حافظه میشه. تا حالا 100 جور حرف زدی. این من بودم که زیر مشتی رو تر و خشک میکردم. تو شبا میرفتی تخت میخوابیدی. وانگهی مشتی تا اون دمی که مرد ناخوش و زمینگیر نشد.
نشون به اون نشونی که هنوز مشتی نفس میکشید برای اینکه پولهاش رو بلند کنی چک و چونش رو بستی. جلد دادی اونو به خاک بسپرن، بی خیالت من خرم. بعد در اتاق رو برون بستی تا چیزا رو زیر و رو کنی. حالا همه کاسه کوزه ها سر من میشکنی؟ منیژه گفت زنی که روش رو با آب مرد شورخونه شسته، تو چشم من داره دروغ میگه. از من که گذشته، من آردم رو ریختم و علگمم آویختم، اما تو برو فکر خودتو بکن. تا مشتی سر و مر گنده بود، هر وقت گم میشد تو اتاق نرگس خانم پیداش میکردن. اسرا که از کار برمیگشت غرق بزک برای خودشیرینی میدوید جلو در خونه رو به روش باز میکرد. شوهری که من موهامو تو خونش سفید کردم، یه پسر مثل دسته گل براش بزرگ کردم. تو اون از من دزدیدی، مهر گیاه به خوردش دادی. من که پول کار نکرده نداشتم که خرج سرخاب سفیداب کنم. رفتی تو محله جهودها براش جادو جنبل کردی، منو از چشم شوهرم انداختی. اگه الان توی پاشنه در اتاق رو بگردن پر از طلسم و دعای سفید بختیه. اون وقت میخواستی وقتی مشتی ناخوش شد من جاشو عوض کنم؟ ننه نرگس گفت خب بسه، از دهن سگ دریا نجس نمیشه. میدونی چیه؟ حرف دهنت رو بفهم، وگرنه سنگ یه من و دو منه، سر و کارت با منه. حالا میخوای کنج این خونه دخترم رو زجرکش کنی؟ البته دختر من جوونه، هر یه سر موش یه طلسمه. مشتی پیر بود، البته زن جوونو همه دوست دارن. بیبی خانم گفت صلوات بفرستید، لعنت بر شیطان کنید بابا. نرگس گفت عوضش سرکار خانم همه کاره بودی، همه در و بند کلیدش دست تو بود. من مثل کلفتا کار میکردم و تنگه تو رو خورد میکردم. برای خاطر مشتی بود که هر چی میگفتی گل میکردم میزدم به سرم. تو هر شب میپریدی به جون مشتی، یه شکم باهاش دعوا میکردی، او هم به من پناهنده میشد. یعنی توقع داشتی او رو از اتاق بیرون کنم؟ اصلا خودت مشتی رو دغمرگ کردی، ماه به ماه با اون قهر بودی، حالا یه مرتبه شوهر جونجونی شد. منیژه گفت چشمش کور میشد، میخواست سر زنش هوو نیاره. همونطوری که مرد حاضر نیست که بگه بالای چشم زنت ابروه، زنم وقتی دید شوهرش سر اون زن میاره با او بی محبت میشه. اون گور به گور شده تا زنده بود سوهان روحم بود، بعدش هم که رفت تو رو گذاشت جلوی چشمم. نرگس گفت تو از بی‌لیاقتی خودت بود. زنی هم که خونه داری و شوهرداری بلد نیست باید پی هوو رو به تنش بماله. حالا گذشته ها گذشته، اما مال صغیر نباید زیر پا بشه. درستش باشه اون علنگوها که به دست کردی مال صغیره. تا امروز صبح یکی از اونها بیشتر مال خودت نبود، دوتای دیگه شو از کجا آوردی؟ منیژه گفت حالا میون دعوا نرخ مشخص میکنه. من 25 سال خونه این مرد استخون خورد کردم، لب بود که دندون اومد. زنیکه دیروزه چیز خودم رو به خودم نمیتونه ببینه، حالا هرچی از دهنم بیرون بیاد به اون گور به گور. بیبی خانم گفت خانم صلوات بفرستید، زبونتون رو گاز بگیرید. این به جای حمد و سوره است. روح اون الان همه حرفای شما رو میشنه. به قول شما 3 ساعت نیست که اون مرده، فکر بچه هاش رو بکنید. منیژه گفت زنگوله های پای تابوتش. مادر نرگس فریاد زد خاک به گورم، خاک به گورم، مرده رو ببین. بعد قش میکنن. بیبی خانم جیغ میکشد وای ننه، پشت شیشه رو نگاه کن، مشتی اومده. زبونش بند میشه. زنها یک مرتبه با هم فریاد میکشن.
در باز می شود و مشتی با کفن سفید خاک آلوده، صورت رنگ پریده و موهای ژولیده وارد می شود و به در تکیه داده و در درگاه می ایستد. منیژه دست پاچه کیسه رو از گردن خودش در می آورد. با دست کلید و علنگوها جلوی مشتی پرت می کند. نه 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 نه، نزدیک من نیا، بردار و برو، مرده، دست کلید رو بردار. 100 تومانی که از صندوقت برداشتم توی کیسه است، با یه قبض 5 تومانی، بردار و برو، به من رحم کن، برو. بلند می شود و خودش را پشت بیبی خانم پنهان می کند. نرگس از گوشه چارقدش چیزی را درآورده می اندازد جلوی او. اینم دندونای آریت، با 5 تومانی که از آشیخلی گرفتم، بردار و برو، زود باش برو. با دستهایش صورت خودش را پنهان می کند و می افتد در دامن مادرش. منیژه گفت همون دندونهایی که 5 تومن برای مشتی تموم شد؟ مشتی رجب مات با لبخند گفت نه ترسید، من نمردم، سکته ناقص بود، تو قبر به هوش اومدم. منیژه گفت نه تو مردی، برو، دست از جونمون بردار، منو که دوست نداشتی، زن عزیزت اونجاست. اشاره می کند به نرگس. مشتی رجب گفت نه بابا، من نمردم، هنوز خاک نریخته بودن که به هوش اومدم، گورکن قش کرد، بلند شدم دویدم، خودم رو رسوندم به خونه یوزباشی، عبای اونو گرفتم، با درشکه منو به خونه آوردن، خودش هم تو حیاته. منیژه گفت اینم ماشاءالله از کار کردن آشیخلی، 3 ساعت مرده رو به زمین گذاشته. قلیون، یکی به من قلیون برسونه، اون زنده به گور.